ماجراهای آقای شکافته. سلام، خوبه؟ خوشه؟ سلامته؟ شکفتیم جان؟ قند؟ نه آقا قند چنه؟ نبات؟ نه آقا نبات کنه، خاطر شیرین شما هست. شکفتیم ارادتمند شما های شکفته. آقایی که شما باشی یه روز ما همینجور بیخود بی‌جهت علکی مثل همیشه داشتن تو خیابون قدم بزنن که به یک یادم افتاد که دیشب برنامه آتشانی تو بخش کشکول اینجا در مورد دوچرخه سواری صحبت کرده. گفتم بهتره بریم یه دوچرخه بستانم دور زنم. شکفته من برید دوچرخه بستانی دور زنی، مال اینی که ترافیک نشو، مال اینی که هوا آلوده نشو. باره بینیم بابا، باز تو پیام بازرگانی دادی وسط بعضیمون. خلاصه همینجور به رفت مخال برسوندم به ایستگاه دوچرخه سواری. بعد این دوچرخه بردن آقا به ما جلو ما بگیره، گفت کجا آقا جان؟ گفتم من دوچرخه بردارم دور زنم. گفت همینجور الکی نمیشه بابا جان، باید کارت شناسایی امضای چیز مادی بودن ببرید. گفتم مگر اینو رایگان نیه؟ گفت رایگان ولی خب یه کارت شناسایی مادی ببرید بعد برگردونی کارت شناسایی بسونه. گفتم ها خیلی خوب. خلاص تمام رفت اینجا آقا گفت مدرک شناسایی کارت چیز داری ماده. گفتم حقیقت اینجا کارت شناسایی ندارم ولی کارت ملی دارم. آقا گفت ای بابا همون خودی که معتبرترین کارت دیگه همون رمده. ما هم بگشتیم کیف مدارک تمام کلا پیدا کردم برای آقا دادم. گفتم همه چیتون جایه، گواهینامه مو، کارت ماشی، کارت شنا، کارت ملی، همه تون جایه. این همون دست شما بود. آقا گفت نه ما همین کارت ملی من. گفتم نه دست شما مورد دوچرخه شاید گم کننده. گفت خیلی خوب. خلاصه آقا برام بنوشتند و اسم ما رو یادداشت کردن، شماره رو ما تن رات چرخ برداشتن که برو خب بریم یه بار دوباره آقا جلو اینجا بگه. گفت آقا اجازه ده همه چی تحویل شما دادم، شماره چرخ یادداشت کنم، بعد ببین همه چی نگاه کنید صحیح سالم، ای دسته ای ترمز همه چی صحیح سالم، تقدیم شما بفرمایید. خلاصه ما برداشت. آقا گفت آقا این کلیدی از شما نری، کلید قفل اینجا. گفت دست شما نکنه، کلید بسندم. خلاصه رفت دادم. همین محاضر رفت کنترل قطع سادم. آقا گفت آقا خلاص زمین نزنه. ما خلاص سعی کردن سوار دشخشون یادم افتاد که بابا چی جوری سوار میشدن. گفتم گفتم به خاطر شروع بیزم مار هله. آقا ما رو حال داد ما رفت دادم. خب رفته ما خلاص چرخ بسنده بودم آقا داشتن کیف میکنن تو خیابون آقا دور میزدن. همینجور به رفتم دیدم بابا آقا برو چی جلو چی شما واسه دادی. آقا گفتم مرد سبی درست حرکت کن. یه بار دیدم این خود زعفرانی خود من. گفتم سلام زعفرانی جان چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟ گفتم ماشاءالله دوچرخه مال کنه. گفتم والله مال خودمونه. گفتم کجا میریم؟ گفتم که من میرم مستقیم منو جلوتر کار دارم. گفتم خب بیا تو برسونم. شکفته دوچرخه مال خودتون میشی دروغ میگی. هیچ مگو خب اخی هیچ مگو. خب اون پلاک داره مشخص میشه مال کجا باشی دروغ میگی. هیس نکن. به زعفرانی التماس کردم گفتم بیا سوار شو تو برسونم. میگه دوچرخه سوار شو نیام تمام. خلاص هنوز داشتیم گفتم سوار نمیشه و نمیدونه چطور شو مثل یک قرقی و پرید رو چرخ ما هم شروع کردیم رکاب زده. گفتم زعفرانی برسون. خلاص زعفرانی گفت زعفرانی این غذا نخور که غذا سنگین نشی تمام تعادل چرخ هم خورد الان چرخ دلاغش خود تکون معده هنوز تو دم بود که یک دفعه خورد جل داده تمام نقش زمین شده. گفتم زعفرانی نگاه چیکار میکنه تو جل معده. زعفرانی گفت ای خاگر سرت نکنه قدمار عقب سوار که کمر من بشکستی. گفتم آقا چیکار کنه تو چرا خود جل میدی؟ زعفرانی گفت نه بابا اصلا نه خود چرخ تو منم کارو انجام بدم میام. گفتم نه جان زعفرانی بی خیال بیا تو عقب وایشی ما خودمون تو میبرم بیا رو ترک عقب وایشی. گفت نه واسه خودم برم سریع انجام بدم برمیگردم. هنوز داشت اصرار میکردم. یه بردین چرخ بستند به رفته. شکفته چرخ مردم چرخ امانت داد وی دادی به رفته. آخه چیکار کنم رو در واسیر ما زعفرانی ما چرخ و چه برد ما من معطل ای زعفرانی که کی برگردم. معطل زعفرانی و استاد ساعت‌ها گذشت. بالاخره آوردین یه چرخی کنارم ظاهر شد. نگاه کردین گفتن زعفرانی کجا یه بار زهری من آب کردی چیکارت؟ یا آوردین زین چرخ پشت خود در گفتن این دست تو چیکار میکنه؟ خاک سرما کردی تو. گفت والا نمیدونم یه داشتم تا چرخی تو رفتم یک ودین صندلی جلوتر از ما تو خیابون در بار خمره. گفتم بابا الان ما چه خاک سر کنن؟ هنوز داشتن حرف زدن که زعفرانی گفت بگی چرخ عجیق بگی برو به درش ده رفته. گفتم ای بابا زعفرانی بیا چرخ درست کن. ای بابا شکفته و تو نگفتن چرخ امانته واسه چی نمیکنین؟ برو ببینیم بابا این صندلی سر جا مخوره. نگاه کن خود چرخ مردن درست رفتار کن او امانته. برو بابا
نه ها خوب شده. زین چرخ مقصر بالا آمده بود که نمیتونست حرکت کنم. خلاصه شروع کردم به رکاب زدن و دو چرخ سواری خود نو آغاز کرد. هنوز داشتم رفتم که یه چرخ رو جو و ادبی دخور جلو مانداخت. گفتم الله والله این چه حرکاتیه؟ یارو تک چرخ مثلا رو جو تمام مپری ما که برفتم بپرین آوردین. الله. بله 2 ساعت بعد 2 ساعت بگذشت ما همینجور پلار بدیم تو خیابان نقش زمین. شکارم شکفته بود چینی پلارای وقت خود جمع بودن که تو گفتن چرخ امانت هوا اینجا اشتباه نمیفهمیدی. الان نگاه کنین صندلی تمام در افتاد رکاب شو شده. من جواب شمسی خانم چی بعد ما رو خونه گوین کجا بودن نگاه کنه. وقت خود جمع کو با هر چی بمونی دیرتر میشه در مکشده. من راست میگم نگاه کنین تمام چرخ بود درم الله زعفرانی چیکار چرخ کرده بود که ما هنوز دور نزده دیگه چرخ تکه شد. این چه کارم؟ بله بودن که شما گفتن چرخ امانت بهانه دیدی همین بود. بله خلاصه ما چرخ برداشتم گهی زین به چرخ و گهی چرخ به زین و گهی پشت به من به چرخ و پشت من در زیر چرخ و چه میگم ولش کن. خلاصه رفتم گفتم بفهمید این رکاب این زین چرخ شما این چرخ ده چرخه. آقا این نگاه ما که گفتن سلام علیکم خسته نشه. آقا گفت یعنی چی؟ کو بقیه اینجا؟ گفتم هم بقیه اینجا نه که نه تقدیم به شما که بهترینی. گفت یعنی چه آقا جان این چه وضع ده چرخ سواریه؟ چیکار چرخ ما کردی؟ گفتم ببخشید اگر میشه اون مدارک ما دیگه ما برن دیر شده شمسی خانم ما رو جاروم بکشه. آقا گفت مدرکت دادم. یعنی چی چرخ نگاه کن چیکار اینجا کردی؟ تو میدونی بر چی دو چرخ رو آمدن که شما هم استفاده کنید؟ خاطری که ترافیک رو بود، شهر شلوغ نبود، دود نباشه، دم نباشه. آقا دست ما بگیره گفت بیا بریم. گفت نه تر به خدا. گفتم بیا بریم بابا اینجا بخور. دو چرخی یک تفریح نیست بلکه یک راه حل است. این مفهمی؟ گفتم اگه ما مفهمی خود سوار چرخ شما نمیشدم. گفتم آقا مدارک من ایتر به خدا برنگ قانون من مگوشه شمسی قانون من لی مگنه. گفت تا دو چرخه دراز نکنی خسارت تنده ما این مدارک دست ما مامانه. گفتم ای بابا شما رو بخدا آقا چیکار کنم دو چرخه کجا ببرم این معلشی شمسی قانون من مگوشه. آقا همینجا بس های ما عوضو کرد و بره شکفته خودت نرم پیام داشتی. بله پیام قانون پشت نوشته بود دو چرخه یک تفریح نیست بلکه یک راه حل. ما آخیر هستیم سلامت.